دلوار بهمدов ساکنی دهه کلتشور واقع در جماعت دهات مشعل ناحیه وخش تصمیم گرفتند که در همدستی با برادران بمگاه سلامتی را مورد استفاده قرار دهند. آرزوی دیرینه آنها جامعه عمل پوشید و بمگاه سلامتی خوشتر و زمانوی را عبارت از 5 حجره برای دهه مذکور از نوسازی نمودند. مؤسسه طبابتی دارای شرایط خوب طبی بوده، برای بیماران و مراجعت کنندگان و کارمندان طب لوازمات ضروری طبی و دیگر خدمت رسانی ها جهازانیده شده است. گشوده شوی بمگاه سلامتی در جشن بین المللی نوروز راست آمد. چنان مشاهده گردید شادی و نشاط اهل دهه کلتشور را حد و کنار نبود. تصمیم گرفتیم که یک بنگاه طبی با تمام تجهیزاتش به استفاده داده برای مشکلات مردم را آسان کردن تا اینکه راهگیری کرده بر مرکز ناحیه رفته خود را طبابت میکردند. امروز میتوانند که در دهه خودمان آزادانه خود را طبابت کنند. در دهه نامبرده زیاد از 1000 نفر ساکنان زندگی می نمایند و تا این مدت از نبودن بمگاه سلامتی مشکلی داشتند و راهی دراز را طی کرده به مرکز ناحیه وخش می رفتند که صرف و خراجات زیاد می شد. باعث قید است که سهم صاحبکاران وطنی سالهای صاحب استقلالی مملکت در بنیاد انشاءاتهای گوناگون به خصوص از نوسازی مؤسسه‌های تندرستی چشمرس بوده. این از آن شهادت می دهد که حس وطندوستی و خویشتنشناسی در ضمیر جوانان وطندوست با اراده جای دارد. خوشنود هستیم که امروز باز در ناحیه ما یک بمگاه سلامتی بهر حفظ سالمی اهالی خصوصا کودکان گشوده شد. تصمیم داریم که در اینجا کارگران سربلندانه بهر حفظ سلامتی اهالی خود خدمت با شرفانه میکنند. یاری خود را به کودکان، به زنهای حامله، خلاصه به همه آن اهالی که در اینجا هستند میرسانند. در گشوده شوی بمگاه سلامتی معاون رئیس ناحیه وخش اشتراک نموده حاضرین جمع آمده را به جشن نوروز بین المللی تبریک و شادباش گفتند. چنین یک بمگاه سلامتی خوشتر و زمانوی در دهه نو بنیاد واقع در جماعت 20 سالگی استقلالیت با تشبث صاحبکار وطنی غفور اسدالله که ساکن همین دهه می باشد مورد استفاده قرار داده شد. دهه مذکور از 3330 اهالی عبارت بوده از نبودن بمگاه سلامتی تنقیصی داشتند. صاحبکار غفور اسدالله در شفت خانه استقامتیش بمگاه سلامتی را از نوسازی نموده است که از 4 حجره، راهرو و دیگر خدمت رسانی ها عبارت می باشد. چنان مشاهده گردید مؤسسه طبی خوشتر و زمانوی ساخته شده به طلبات استانداردهای دولتی جوابگو می باشد. برای کارمندان طب و بیماران لوازمات ضروری طبی مجهز گشته در یک مورد بیماران می توانند به معاینه کارمندان طب فراگیر شوند. بمگاه سلامتی از حجره های داروگذرانی، همشیره منطقوی ممادایگی و مدیر خواجگی عبارت بوده. ساکنان محل می توانند از خدمت کارمندان ساحه تندرستی بهره‌ور گشته و در یک مورد متخصصان ساحه وظیفه دارند خدمت با صفت طبی را به هر یک مراجعت کننده صادقانه بجا آورند. در سالهای پیش هم اینجا بنگاه نبود. مردم یک در 2-3 کیلومتر راه میرفت، بعد رفته بعد دکتر مراجعت میکرد و طبابت‌های خود را میگرفتند. این حال حاضر چیکاری که ما دیدیم خرسندی مردم هم حد کنار نداره که مرسانی ما باوری داریم که با بهتر خوبتر میگردند. چنان مشاهده گردید خرسندی و نشاط خرد و کلان دهه نوزمین را حد و کنار نبود. پیراهن نوروزی به بر مهمانان را شادباشی میکردند و شکرانه از آن مینمودند که فضای تنج و آسوده دارند و سپاسگزاری میکردند از صاحبکاران محلی که در بنیاد انشاءات طبی نقشی سازگار گذاشتند.